هفتم، به قانون تشخیص ضرورت عمل کنید. تمرکز در معنای اصلی و درستی کلمه توانایی دقت و توجه ذهن روی یک موضوع واحد است. کومار. قانون تشخیص ضرورت می گوید هیچ وقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد، ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست. به بیان دیگر، شما هرگز نمی توانید تمام قورباغه ها را و قورباغچه های داخلی حوضچه را بخورید، اما همیشه می توانید بزرگترین و زیشترین آنها را بخورید و همین کار حدی اقل در حال حاضر کفایت می کند. هنگامی که وقت رو به اتمام است و انجام ندادن یک کار یا برنامه مهم عاقبتی بسیار بدی خواهد داشت، معمولاً همیشه وقت کافی برای انجام ندادن آن کار را پیدا می کند، آن هم بیشتر درست در دقیقه های آخر. به یاد داشته باشید که در فوتبال باید تا دقیقه 90 بجنگید تا پیروز شوید. مثلا زودتر سر کار می روید، دیر از سر کار بر می گردید و خودتون را مجبور می کنید که بجای روبرو شدن با عاقبتی بده که در اثر انجام ندادن کار در مدت زمان معین گریبانگیری شما خواهد شد، کار را به اتمام برسانید. قانون: هرگز برای انجام تمام کارهای لازم وقت کافی وجود ندارد. این یک واقعیت است که امروز هر فرد به طور میانه از 110 تا 130% وقت توانایی خود کار برای انجام دادن دارد و حجم کارها و وظیفه ها مرتباً در حال افزایش است. همه ما مطالبی زیاده داریم که باید بخوانیم. یکی از تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مدیران برای مطالب و برنامه‌هایی که مطالعه آنها در خانه یا محل کار به تأخیر افتاده است، به طور میانه به 300 تا 400 ساعت وقت نیاز دارند. این به آن معناست که شما هرگز نمی‌توانید عقب افتادگی ها را جبران کنید و باید این فکر را از ذهن خود بیرون کنید. تنها چیزی که می‌توانید به آن امیدوار باشید این است که به کارهای اصلی برسید و دیگر کارها باید فعلا در لیست انتظار بمانند. خیلی از مردم میگویند که وقتی مجبور هستند کار را تا مدت زمانی معین به اتمام برسانند، همیشه کارایی بیشتری پیدا میکنند. متاسفانه تحقیقات سالانه نشان میدهند که این هم گاه کارساز است. انسان‌هایی که به دلیل تنبلی و تأخیر در انجام کار برای اتمام کارهایشان مهلت تعیین میکنند، بیشتر دچار اضطراب بیشتر میشوند، بیشتر سببگار اشتباه میشوند و مجبور به دوباره کاری بیشتری میشوند. در بیشتری موردها هنگامی که انسان‌ها سعی میکنند کار را در ماخلتی سختی که خودشان مشخص کردند به اتمام برسانند، باعث خوب انجام ندادن کار و بالا رفتن خزینه ها می شود که در مدت طولانی این مسئله منجر به زیانهای شدیدی مالی خواهد شد. گاه وقتا هنگامی که انسان ها سعی می کنند کار را در دقیقه های آخر به اتمام برسانند، به دلیل عجله در کار مجبور به دوباره کاری می شوند و در نتیجه کار در مدت طولانی تری به اتمام می رسد. برای آنکه بتوانید روی مهمترین کارهایتان تمرکز کنید و آنها را طبق برنامه به اتمام برسانید، 3 سوال وجود دارد که می توانید منتظم از خودتان بپرسید. سوال اول این است: مهمترین و با ارزشترین کارهای من کدامند؟ به بیان دیگر، بزرگترین قورباغه هایی که باید بخورید تا مهمترین نقش را در پیشبردی هدفهای سازمانتان داشته باشید کدامند؟ این یکی از مهمترین پرسش هایی است که باید از خود بپرسید و به آن پاسخ بدهید. مهمترین و با ارزشترین کارهایی که باید بکنید کدامند؟ این سوال را ابتدا از خودتان بپرسید، سپس از رئیستان، همکارانتان و سه‌درستانتان نیز همین سوال را بپرسید. قبل از شروع به کار باید توجهتان را روی فعالیت‌های کاراییتان متمرکز کنید
و از پشت ذره‌بین ذهنتان مهمترین فعالیت‌های کاری خود را به طور شفاف و روشن ببینید. دومین سوالی که باید منتظم از خودتان بپرسید این است: چه کاری است که اگر من و فقط من خوب انجام بدهم تفاوتی چشمگیری در زندگی و شغلم خواهد داشت؟ این پرسش متعلق به پیتر دراکر، استاد بزرگ مدیریت است. این یکی از بهترین سوالها برای دستیابی به فعالیت‌های فردی است. چه کاری است که شما و فقط شما میتوانید آن را انجام دهید و اگر خوب انجام دهید تفاوتی به چشمگیر یا تحولی اساسی در زندگی یا کارتان ایجاد می شود؟ این کاری است که فقط شما میتوانید انجام دهید. اگر شما انجام ندهید هیچ کسی دیگری آن را انجام نخواهد داد، اما اگر شما آن را انجام بدهید و خوب انجام بدهید در زندگی و کارتان تحولی اساسی ایجاد می کند. این چه کاری است؟ چه خورباغه‌ای است که شما باید آن را بخورید؟ هر ساعت در روز کاریتان می توانید این سوال را از خودتان بپرسید و مطمئن باشید که برای آن پاسخی روشن و صریح وجود دارد. وظیفه شما این است که این پاسخی روشن و صریح را پیدا کنید و سپس قبل از اقدام به هر کار دیگر این کار را شروع کنید. سومین سوالی که می توانید از خودتان بپرسید این است: بهترین استفاده که می توانم در حال حاضر از وقتم بکنم چیست؟ به بیان دیگر، بزرگترین قورباغه من در حال حاضر کدام است؟ این پرسش کلید اصلی مدیریت زمان، غلبه بر تنبلی و تبدیل شدن به فرد بسیار فعال و سازنده است. در هر ساعت از روز که این سوال را از خود بپرسید و همیشه مشغول به کاری شوید که در پاسخ به این سوال معلوم می شود حال این کار هر چی می خواهید باشد. کارهای مهم را اول انجام دهید و کارهایی را که در اولویت نیستند اصلاً انجام ندهید. همانطور که گیوته می گوید کارهایی که از همه مهمتر هستند نباید قربانی کارهای غیر ضروری شوند. هرچی پاسخهای شما به این پرسش ها دقیق تر و روشن‌تر باشد آسان‌تر خواهید توانست کارهایتان را اولویت بندی کنید. بر تنبلی پیروز شوید و کاری را که انجام آن بهترین استفاده از وقت است آغاز کنید. قورباغه را خورد بده. قوی‌ترین ابزار ذهنی شما برای رسیدن به موفقیت توانایی شما در اولویت بندی درستی کارهایتان است. هر روز چند دقیقه در جایی که کسی مزاحمتان نشود راحت بنشینید و بدون اضطراب و نگرانی فقط به کارهایی که باید انجام بدهید فکر کنید. تقریبا هر بار در سکوت تنهایی به ایده های جالبی می رسید که وقت این ایده ها را به کار بگیرید به میزانی زیاد در کار خود صرفه جویی خواهید کرد. با این کار بیشتر پیشرفت‌ها و موفقیت‌های را تجربه خواهید کرد که مسیر زندگی و شغل شما را به کل دیگرگون می‌کند.